ماشین‌های آبکش در نزد حوض آب نوبت ایستاده‌اند. آنها آب این حوض‌ها را به ساکنان کلاب می‌برند. حالا یک ماشین آب از 70 تا 150 سومانی است. کسی تواند می‌خرد، کسی نتواند مجبور است خودش آب کشاند. وقت نگن که دیگه نمی هرابه دستمان سری تا و بیتا گودکم گریسه خروشون دادم باشونه گولکم نایدم اون برابر هو اینا آخری کوچه میریم در خونه مردم یک تا مومتن. روزی نیست که ساکنان کلاب از ناآمدن آب آشامیدنی شکوه نکنند. سید عمر عمروف در محله سینوی شهر کلاب زندگی میکند. در مهاجرت بود و هفته یک بار برای خرید آب به خانه پول میفرستاد. اکنون از روسیه اخراج شده است. پول و توان خرید آب را ندارد. خواهش او همین است که آب آنها تامین کرده شود. 27 سال از من در اینجا زندگی کردم، نبودم در روسیه بودم. اینا در 27 سال ای روسیه ما سوم را اون میکم و میخرم. ما در روسیه اینا دپارتات مون کاگیان گو یا مو 5 ریسا و میخره 1000 سومون میشوه. یا 140 یا 150 حساب کن. ما زور از ما دپارتات کاگیان زور مون نمیرسه کاجون. اینا چیکار کنی؟ با گرم شدن هوا رژه تقسیم آب برهم خورده است. در 2 یا 3 روز یک بار به ساکنان آب داده می شود. آنها میگویند که اگر هر روز 1 ساعت آب داده شود مشکلی به آبی کم خواهد شد. التماس خلق می که ما در آب تا خب اقلا همین به نظر گرفته یک روزه 1 ساعت بوده. ایتا درست پس 1 ساعت هم تا خیلی آدم جاگاش پر میکرده. ساکنان محله های به آب کلاب میگویند که تقسیم آب در کلاب آلوده به فساد است و گفته آنها از حوضها بیشتری آب به ماشین ها فروخته می شود. آنها هم این آب را مجبورند با نرخ‌های گوناگون بخرند. حالا خانواده هایی هست که در یک ماه تا 10 ماشین آب میخرند. یک ماه 10-12 ماشین آب میخریم. 100 120 هر سری که بیویم. کلاب سومین شهر کلانترین تاجیکستان به حساب می رود. اهالیش سال تا سال زیاد می شود و شکایت نارسایی آب نیز بیشتر. یگان وقت یگان میدان کم بیش که روی میکنن، یگان نمیشه دیگه 1 ساعت روی میکنن، در نپر نداره. همین 3-4 ساعت آب میگیری، هم خاطی آب بود میشه محکمش میکنن. همین نارسایی آب در کلاب بود که اتحاد اروپا برای حل آن 16 میلیون یورو جدا کرد. با این پول در کلاب ساختمان 10 ها آب انبار جریان دارد. کارمندان اداره آب و کاریز شهر باور دارند با بنیاد این آب انبارها مشکل آب کلاب حل خواهد شد. ساختمان باید آخر امسال به پایان رسد. خانه‌های بلندوشانه‌ای که در شهر کلاب هستند در آینده با شبانه روزی با آب نوشابه تامین گردیده، خانه‌هایی که نو ساخته شدند و محله‌های نو بنیاد اینها باید از روی حسابات‌های پیشکی تقریبا نه کم از 16 ساعت با آب نوشابه تامین گردند. اما ساکنان به این وعده چندان باور ندارند. ساختمان آب انبارها آلوده به فساد است. آژانسی ضد فساد مهمه خبر داد که ضد پودرچی برقرارسازی آب انبارهای جنگلک و تبلای پرونده باز کرده است. گفته می شود از بودجه ساختمان 166,000 سومانی دزدیده شده است. در شهرداری کلاب هم هر سال بحث تأمین آب صدا می دهد. سال گذشته شکایت شد که مردم حتی برای مرده‌شویی آب نیافته‌اند. شهردار وعده کرده بود که این مشکل حل می شود. اما از این وعده 1 سال گذشت. حالا بر رادیوی آزادی ساکنان نه تنها محله سینا، پشدره سابق بلکه جمعه علی، کاروانگذر، محله های زرینکو، قطعه 6 و امثال آنها از نارسایی آب شکایت دارند. با امید آب انبارهای آخری سال حالا مردم همانو در پی ماشین های آب و نرخ های آنهایند.